فقط با یه چسب با انگشتت سایه میلیونی بزن. چجوری؟ یه چسب بزن این گوشه خارجی چشمت. حالا از پالت سایت 3 رنگ تیره، متوسط و روشن رو انتخاب کن. دقیقا این شکلی. اول رنگ مشکی رو میذارم گوشه خارجی چشمم. بعد رنگ دوم. حالا رنگ روشن. با این انگشتم که تمیزه فیدش میکنم خیلی آروم. حالا چسب رو میکنم. خیلی خوب شد. با همین دست رنگین زیر چشمم سایه میزنم. با یه مداد مشکی هم لثه بالای چشم به علاوه این جلوی چشم رو تیره میکنم. یه ریمل و کار تمومه. از 1 تا 10 چند میدی؟ این زیر برام کامنت کن.